امروز داستانی را برای شما تعریف می کنم که با شنیدن آن قطعا شوکه خواهید شد. این داستان در مورد پیرمردی سالخورده است که در دل جنگل انبوه تنها زندگی می کرد. یک شب بارانی که جنگل به طور وحشتناک تاریک بود، دختری جوان بسیار زیبا با لباس خیز نزد پیرمرد که دختری جوان و نیازمند دید از این موقعیت استفاده کرد و او را داخل کلبه برد. دختر جوان بسیار خوشحال شد، اما شب پیرمرد که سالها تنها مانده بود طاقت نیاورد و به نزدیک زن رفت تا نیت شوم خود را سرانجام برساند و در آخر عمر به آرزوی قلبیش برسد و کامیاب شود. چه سرنوشتی در انتظار آن پیرمرد و آن دختر جوان قرار داشت؟ پیرمرد با دختر جوان چی کار کرد؟ راز آن زن جوان چی بود؟ تا پایان این داستان با ما همراه باشید، چرا که با این داستان اتفاقی رخ می‌دهد که اصلا انتظار آن را ندارید. دوستان عزیز، در جنگل پر از درختان انبوه یک کلبه وجود داشت و داخل آن پیرمردی سالخورده و متقی تنها زندگی می کرد. آن شب باران شدید بر سقف کلبه کوچک شیخ پیرمرد می بارید و رعد و برق آسمان تاریک جنگل را می شکافت. هر قطره باران که روی زمین می خورد گویا صدای تپش قلب جنگل را بلندتر می کرد. شیخ مرد پیر با ریش سفید و چشمان پر از تجربه و سکوت در گوشه از کلبه نشسته بود و چای گرمش را می نوشید. شب سرد و باد شدید سکوت جنگل را بیشتر می کرد و کلبه تنها پناهگی بود که در این تاریکی مطلق می توانست او را از سرما و وحشت محافظت کند. ناگهان صدای در بلند شد، صدایی که آرام نبود بلکه پر از اضطراب و ترس بود. شیخ با تعجب بلند شد، عصای چوبیش را در دست گرفت و آرام به سمت در رفت. قلبش با شتاب می تپید، نه از ترس بلکه از کنجکاوی و حس مسئولیتی که نسبت به غریبه ها داشت در باز شد و چشمانش به دختری جوانی افتاد که کاملا خیس شده و لباسهایش به بدنش چسبیده. چهره ترسیده و بیکس داشت، چشمانش می درخشید و نگاهش پر از اضطراب و ناامیدی بود. شیخ با صدای آرام و نگران پرسید: دخترم، تو کی هستی و چرا در این چنین شب طوفانی در این جنگل تنها آمدی؟ دختری جوان 22 ساله که به نظر می رسید تنها چند دقیقه پیش از ترس و باران یخزده با لرزه گفت: من از روستای نزدیک فرار کردم. کسانی بودند که می خواستند به من آسیب برسانند. لطفاً مرا پناه دهید. من تنها اینجا آمدم تا جانم را نجات دهم. شیخ که سالها تجربه زندگی در تنهایی و جنگل داشت بدون لحظه تردید در راه بروی او باز کرد و گفت: بیا داخل، اینجا امن است، بنشین و خودت را گرم کن. دختر وارد شد، لباسهای خیسش قطره قطره آب به زمین میریخت و او به گوشه نشست کرد. شیخ نگران اما محتاط از او پرسید: حالا که اینجا هستی درباره خودت بگو، چه کسی تو را تهدید میکرد و چرا فرار کردی؟ دختر نفسی عمیقی کشید و شروع به روایت کرد: من دختری آرایشگر در روستای نزدیکی این جنگل هستم. چند روز پیش پدر و مادرم هر دو فوت کردند و من تنها ماندم. از آن روز مردم روستا به دلیل جوانی و زیبایی مرا دنبال کردند و قصد و استفاده داشتند. من مجبور شدم فرار کنم و به این جنگل پناه بیاورم تا عزتم را حفظ کنم. حالا تنها به تو پناه آوردم. شیخ به دقت به حرفی های او گوش داد. صداقت در کلام دختر مشهود بود، اما تجربه زندگی طولانی به او آموخته بود که هر ظاهر بیگناهی ممکن است فریبنده باشد. در دلش فکر کرد: آیا حقیقت دارد یا او چیزی را پنهان می کند؟ شیخ فضای کلبه با نور کم، چراغ کوچک و صدای باران پر شده بود. شیخ به دختر نگاه کرد و اضطراب عجیبی در قلبش احساس کرد، هم به خاطر زیبایی و جوانی او و هم به خاطر داستانی که می گفت. اما او به خود قول داده بود که هیچ کاری خارج از اصول و ایمانش انجام ندهد. با این وجود شیطان داشت با وسوسه اش می کرد و زیبایی دختر جوان را در دلش می انداخت. دختر با صدای لرزان گفت: شیخ، من خیلی ترسیده ام، می توانم امشب اینجا بمانم؟ فردای صبح زود از اینجا می روم. شیخ با لبخندی و آرام که انگار منتظر این درخواست بود
پاسخ داد بلی نگران نباش، شب بسیار تاریک و باران شدید است، اینجا امن است، می توانی بمانی. دختر به گوشه ای رفت و روی توشکی کوچک دراز کشید، اما شب آرام نبود. شیخ تلاش کرد بخوابد اما قلبش با تپش شدید و اضطراب عجیبش مانع از خواب شد. شب همچنان تاریک و طوفانی بود و صدای باران که بر سقف کلبه کوچک میخورد فضای کلبه را پر از سکوت و اضطراب کرده بود. شیخ پیر عصای چوبیش را کنار گذاشته بود و به دختر نگاه میکرد، اما این نگاه دیگر صرفا نگران و مهربان نبود، چیزی در درون شروع به تکان خوردن کرده بود که سالها احساس نکرده بود. وسوسه و شور انسانی. دختر با چشمانی که از اضطراب و ترس می درخشید سعی کرد خود را آرام کند، اما لرزش دستهایش نشان میداد که قلبش هنوز پر از استرس است. او فهمیده بود که این پیرمرد با آن ظاهری آرام و مذهبی در درون خود نبردی با نفس انسانیش دارد، اما با ظاهری چیزی نمی گفت و منتظر واکنش او بود. در حالی که دختر روی توشک نشسته بود، شیخ پیر با آرامش اما با نگاه نافذ با او نزدیک شد. صدایش را آرام و متین بود، اما هر کلمه‌ای که می گفت باری سنگینی از وسوسه و احساسات سرکوب شده در دلش داشت. دختر جوان، تو از چی کسی فرار کردی؟ چی کسی میخواست با تو آسیب برساند؟ دختر با تردید نگاهش را با او دوخت، اما چیزی گفت که قلب پیرمرد را بیشتر به هم ریخت. یک مردی قدرتمند و خطرناک. او میخواست مرا مطیع خود کند، اما من فرار کردم و حالا اگر کسی کمک نکند برای همیشه تحت سلطه او خواهم ماند. این سخنان مانند جرقه در دل پیرمرد افتاد. او احساس کرد که میتواند نقشی مهمی در این داستان داشته باشد و در همان ذهنش به سوی افکار عجیب و خطرناک کشیده شد. احساسات انسان و نیاز به قدرت کنترل او را وسوسه میکرد که از موقعیت استفاده کند، حتی اگر بداند این کار گناه بزرگی است. دختر که ظرفیت ذهنی بالایی داشت متوجه نگاه‌های نافذ و سکوت‌های طولانی پیرمرد شد. او حس کرد که شیخ نه تنها مهربان است بلکه در دلش وسوسه شیطانی برای نزدیک شدن با او دارد. دختر لبخندی تلخ زد و گفت شیخ، من میدانم که تو در درون چی میاندیشی، اما بدان من هرگز اجازه نمیدهم کسی عزت و آزادیم را از من بگیرد. اگر بخواهی کمک باید فقط با عقل و ایمان این کار را بکنی. و ذهنش پر از تصاویر و افکار عجیب شد. با این حال تجربه زندگی و ایمانش او را مهار میکرد. دختر از این فرصت استفاده کرد و ادامه داد اگر امشب اینجا بمانم باید مراقب نفس خودت باشی. من نمیتوانم اجازه دهم کسی مرا قربانی وسوسه هایش کند، اما اگر بتوانی خودت را مهار کنی شاید بتوانی مرا نجات دهی. شیخ نفسی عمیقی کشید و نشست. او میدانست که این شب نبردی بین ایمان و وسوسه، بین تجربه و انسانیت است. دختر آرام روی توشک نشست، اما هر حرکت او را، هر نگاهش مانند آزمونی برای پیرمرد بود. با گذشت زمان رابطه عجیب شکل گرفت، نه رابطه عاشقانه بلکه بازی ذهنی بین دو انسان. پیرمرد هر لحظه تلاش میکرد احساسات سرکوب شده خود را کنترل کند، اما ذهنش مدام به گذشته و قدرت انسانها فکر میکرد. او حس میکرد که اگر لحظه ای غفلت کند ممکن است همه چیز را از دست بدهد و دختر جوان یا خودش سقوط کند. دختر که به خوبی این نبرد درونی را میدید آرام سخن گفت شیخ، میدانم که وسوسه ای در دل توست، اما باید با خودت مسلط باشی. این شب نه برای ما بلکه برای حقیقت و نجات من است. من میترسم بیرون برم و مجبور اینجا باشم. شیخ سرش را پایین انداخت و با آرامی گفت حق با تو است. من باید بر نفس خود غلبه کنم حتی اگر سخت باشد، اما این شب امتحانی است که من هرگز فکر نمیکردم با چنین فردی روبرو شوم. باران ادامه داشت و صدای رعد و برق گوی هیاهوی درونی هر دو را بازتاب میکرد. دختر آرام دراز کشید و سقف نگاه کرد، در حالی که شیخ در کنار او نشسته بود و با مبارزه با وسوسه های درونی خود ادامه داد. هر لحظه ذهن او میان ایمان و وسوسه، میان درست و غلط در نوسان بود. اما ناگهان صدای پای سنگینی از بیرون کلبه آمد. شیخ و دختر به هم نگاه کردند. کسی یا چیزی به کلبه نزدیک میشد، اما این بار نه باران و نه باد بلکه حضوری واقعی و خطرناکی در جنگل بود. دختر با چشمان تیز و گوشهای شنوا گفت او آمده است، مردی که من از او فرار کردم. اگر این شب خطایی انجام دهیم هر دوی ما را در دام او خواهیم افتاد. پیرمرد در دلش لرزید و او اکنون نه تنها با وسوسه خودش درگیر بود بلکه باید دختر را از انسان خطرناکی در بیرونی کمین کرده بود محافظت میکرد.
و این تازه آغاز شب طولانی و غیر قابل پیش بینی بود که قرار بود هر دو برای همیشه تغییر دهد. اما آن شب هر طوری که بود گذشت بدون گناه و کار اشتباهی. صبح با صدای پای پرندگان و بارش ریزی که هنوز از شب قبل باقی مانده بود آغاز شد. نوری کم صبحگاهی از میان شاخ و برگهای انبوه جنگل به داخل میتابید. کلبه کوچک شیخ میتابید و فضای آن را به رنگی سرخ و خاکستری در می آورد. دختر هنوز در گوشه از توشک نشسته بود، بدنش پوشیده از لباسهای مرطوبی که شب گذشته خشک شده بودند و نگاهش پر از احتیاط و دقت بود. پیرمرد که نیمه از خواب مانده بود بلند شد و با گام‌های آهسته به سمت دختر رفت. نگاه او این بار نه تنها پر از نگرانی و مهربانی بلکه سنگین و آکنده از وسوسه انسانی بود. نگاهش مانند چشمی که هر حرکت را رصد می کند. با تمام حرکات دختر دوخته شده، اما او سعی کرد طبیعی رفتار کند و هیچ ترسی را نشان ندهد. شیخ با صدای آرام اما پر از سنگینی گفت: صبح بخیر. شب سختی بود اما تو شجاع بودی که در این جنگل تاریک ماندی. دختر سرش را پایین انداخت و با آرامش گفت: صبح بخیر شیخ. شب گذشته برایم ترسناک بود اما اکنون فقط میخواهم آرامش پیدا کنم. اما شیخ نمیتوانست نگاهش را از او بردارد. او در دل خود با نیت‌های انسانی و وسوسه‌ها آمیز درگیر بود. هر حرکت کوچک دختر، هر پلک زدن و هر نفس در ذهن و او موجی از تفکر عجیب ایجاد میکرد. او بارها با خود گفت: این درست نیست، اما نمیتوانم این حس را نادیده بگیرم. دختر متوجه نگاه‌های نافذ و سنگین او شد و لبخندی تلخ زد.